خرسان چی دی؟ انشالله همه امیدوار شخ. Ayrasiya چه جانو خیش تاورو زنگ زدن. چی میگن؟ ما میگن نه فهمیدیم بخدم ما به پل پارتو. بانو جان بچه‌ت میاد پیشت میره و ها؟ دینا ما. باور کنید دوستان عزیز به خدا قسم یگان چیز به سلامتی نمیبره 55300 تومان دوام میکنیم که تیزتر به یک خرسندی و به یک خوشبختی ایجا خطا ببراریم نزد فرزنده کد بریم حق خواهر عزیز فقط دعا کنید که دعای شما برادران غریب دعای مثال آدمایی که به خدا نزدیکن ان شاء الله نزد پروردگار قبول میشه دقت اینک برادران عزیز ما از ناحیه فرخار بهترین خدمت رسانی را برای هر یک برادر مهاجر پیشنهاد کرد. کم از های خوب بهترین آوردن بار از فدراسیون روسیه با نرخ 75 روبل از منزل زیست شما رفته بار میگیرن. اگر بسکله دا بیارین 65 روبله. اینومی رحیم پروداکشن گپ زنین 5 روبله سر هر یک کیلو بار شما سکیتکا میشود. دوستان عزیز نگفتن اونا با دل خوی مسکو رفته بارهای شما را گرفته میارن. ای فدراسیون روسیه با تاجیکستان با منطقه شهر خوجند، دوشنبه، قربان‌تپه، کلخ، کویبش، یوون اینجوری طرف دیگر وحدت، کولوب، مسکو، کیووس، فرخار بالا منطقه بارهای شما را در مدت کوتاه‌ترین شرکت فرخاریا بارهای شما را آورده میرسونند. نمره در روی اکران دوستان عزیز زنگ زنید معلومات پره را برای شما میرسونند. 24 ساعت در خدمت شما. اینک شرکت پیشنهادی شما گردید. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یکی ما شما باشه که ما نوار خواهر عزیز بانو را پرت کردیم به نهایت دستگیری خوب کردین. هزار رحمت پدر راضی اینا بانو خواهر ما هم راضی. خدای زیاد شما کنه خیر خورو. سلامت باشی پدر جان. مردم چقدر زنگ زنیش 100% زنگ زدن هزار رحمت گفتم خدای زیاد تون کنه. دستگیری چقدر؟ دستگیری 100%. یا برمای بانو جان چی خیلی سازی سلامتی خوان نوار یکم دو اومدیم به نهایت زیق بوده این نوارده چی خیلی مردم دستگیری کردیسن دستگیری را میبینی خرسان چیده سی آخی اینا انشالله که امید داریم که با روزهای نزدیک نوار آینده میبینیم که ساز شده بهتر شده دعا کنین خوزی بعد دعا به نهایت محتاجیم که جراحی وزمین در پیش دوستان عزیز چی خیلی که گفتیم اشکا میکنن این دست پوچه را سه جراحی دارن در پیش به همین خاطر پدر خوبتر و بهتر میشه که انشالله با دعای پدر عزیز با دستگیری شما حاضر شدم مدت دیگر یگان چیز درکار نیست فقط دعای شما چخیلی که همراه پدر رفتیم عید شنبه پول تو نگرفتین کارت در نام مناسب ختم بود رحمه چند هزار گرفتین ای دوشنبه دیتالیزاسیون مخدوم 55300 تومان با خدا کارگرای دوشنبه را عمرشون دراز کنن که کمیسیا پولیشون نگرفتن زیاده 280 تومان کمیسیا پولی میشیده همونجوری گفت برای کار خیر خدا برکتشون بده فقط نمره پدر را در روی اکران میمونیم زنگ زنین ای اول بانو جان با خبر شین ای اول پدر با خبر شین پدر جان عزیز بعد که نوار ما پرتفتیم خش تورو نزدیکو پیدا شدن که تو حال ایراسیو زنگ زدن ایراسیو چه جانو خش تورو زنگ زدن چی میگن ما میگن نه فهمیدیم بخدم ما به پل پارتو پرتفتن دستگیری کردن دستگیری کردن یگان کس پیشون اومد یا هم زنگ تلفنی نه همین تلفن کتی دیدن همی اول همی بخدم پل پارتو حاجی ما تو چند روز در بالنسا استقلال پنجم کورپس ششم اتاش خوب میریم نامعلومه نامعلوم یعنی دوستان کدامش میپرسه بخشش کدام میپرسه میگم برام بالنسا ششم اتاش باور نکنی این صورتش بله هزار رحمت نگاه یگان نفرایی بودن که زنگ زدگی باشن باور نکرده باشن بگن که همین چیز حقیقت داره بخدم میگه ما رو دوت ما همه خیلی دختر داره همه خشیدگه همین خیلی واقعا ای سلامت باشی بانو جان بچه‌ت میاد پیشت میره و ها دینا ما ها چخلای چند قبض نیده بودیش یا روز پس درست پس میارن خیلی بود نیده بودیش دیدیش چه خیلی سیدی چوش کردی خرسان چی دی انشالله همه امیدوار شه خرسان شه سخن نه که اینا برای برادرایی که دستگیری کردن درباره تروس شدن چیشون میگوی رحمت چون میگوی باوری داشتی که مردم همین دستگیری میکنن دیدین دوستان عزیز یکم نواری ما کردیم به نهایت زیق بود شاید کمی همه چیز اول خرسان داشت بله باور کنید دوستان عزیز به خدا قسم یگان چیز به سلامتی نمیبره هم خلاصه ای هم در انسان خوشبخت‌ترین همون نفر است که سلامتی خوب داره هم خلاصه بانو جان
در ساز بودن یگان با فکر میکردی که همین خیلی کولاتو میشه و همین خیلی چیز تماما نه دیدی به همین خاطر با هم شگر کردن در کار ساز میشه اوزی تو سازی فقط نیمه پلازما را بریزن. اینا برادران عزیز دست در جنبش هست هر دی دستا کار میکنن دست نه ایش این دست دم احساسات هست یعنی چلی کار میکنن پوچه آدم همو خیلی ایش تماما نیست جنبش حسیات نداری پوچه تایگون کس بخواه داری ها دوستان عزیز یک خیلی نفرای هست که در سلامت دوچار میشه و حسیات نیست الحمدلله یاش هست فقط همین جراحی را کنن دعا کنن در حق شما خلاص پدر جان عزیز بهتر خوبتر میشن. بسیار نفرها پرسیدن که واقعا در کجاش دیگه در بازار کشونیان بازار نو ده بازار کشونیان ده در بالای پیشخود در بالای پیشخود سه روزی رمضان چند روزی رمضان بود دیم روزی رمضان دوستان عزیز دیم روزی رمضان خودشونم عیناً استقامت کننده هموجان پدر گفتیم تا جایی که مرا چندین نفرا نویسن که از حساب خانواده هر چیزی که هست ایان حجت با بیان است زنگ زنید پرسین امروز یک حالتی هست که به نهایت محتاج بودن ما دستگیری کردیم همه خلاص پدر جان خودت پدر جان چه خیلی وقتی که چندین بار ما را زنگ زدید در فرخار بودیم اومدیم نزدیک خودت امید چه خیلی بود برای دستگیری چون که ما اول فرزند کلونیتون بود یا دختر دیمگی همراه ما صحبت کرده بود که ما را اون مردک دستگیری نکرد ما را زور ما اومد خطا کوفتیم یوفتیم او خیلی آدم نکرد ما گفتیم اکای رای میاد دستگیری کنه همین مردم آدم خیر خوب با خدا گفتیم یاسم پرتای من شکر میکنم بله یاسم گفتم پرتای من روزیم اکم به پرتای من چند پل هست در تلفن من پرتن در کارت من پرتن زنکای شاو ساعتی یک شاو صحبت کرده گپ دختر باور که میگم من دخواه دیدم اکاجون دلم سوخت من گفتم اکاجون یک سم پرد من بسه من در یک سم زورم بود بله ما پنج مشت بانیم خیلی ما را در دشت پرسه بله انشالله حاجی الحمدلله چیزی در کاری امیدی که داشتیم کردن تا جایی که خودتون جراحی در مبلغ صرف کردیمش کردیم حاضرش الحمدلله مبلغ ما برای جراحی برای سوسوش کفایت ما حاضرش در زبار از ذکرید میگیم خدا ایروز نکنه خدا که اول و آخر باشه اگر یگان جراحی دیگر باشه یگان وزمینی دیگر باشه انشالله که با کوشش میکنیم که ای حال بانوجون با خبر شیم با دستگیری شما انشالله زندگی بانو را همراه یک فرزند نوزنینش خوشبخت میکنیم. در آخر یک دعای نیک برای نفرانی که دستگیری کردگیم پدر خدا جان همه آدمای قدم ما در خیر کرد خدا عزیز یادشون کنه خدا پاشون خور نزنه همه خیلی آدمای بیمار بله دستگیری کنن همه آدما آمین اکبر خدا جان یاسم میتن شکر کنن بله هزار رحمت فقط امروز ما با دعای شما نیازمندیم در حق خواهر عزیز فقط دعا کنید که دعای شما برادران غریب دعای مثال آدمایی که به خدا نزدیکن انشالله نزد پروردگار قبول میشه برای همه بانو جان انشالله ناامید نمیشیم خرسندی میکنیم با احوالتون با خبر میشیم این هزار رحمت میگیم که بهترین خدمت رسانی را برای شما کردیسن دستگیری کردیسن هم اینا بالانسر نگاه شرایطش فقط دعا میکنیم که تیزتر با یک خرسندی و با یک خوشبختی ایجا خطاب ببریم نزد فرزنده کد بریم همین خلاصه برای همین خداوند نگهبانت زیغ نشه خرسنده که انشالله امید همه از جانب الله این دکترها فقط یک سببن با همین خاطر که سبب شدن انشالله شفا از جانب الله های با همین خاطر خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده